اگه زندگی شلوغی داری و از زندگیت لذت نمیبری، این 5 مرحله رو انجام بده. مرحله اول، عنوان همه دغدغه‌های فکری رو که توی سرت داری رو روی برگه کاغذ بنویس و لیست کن. چند روز برای مرحله وقت بذار. مرحله دوم، با تمرکز بیشتر مواردی رو که فکر میکنید غیر ضروری از لیست خارج کنید. مرحله سوم، تصور کنید وقتی تو خیابون دارید راه میرید چند تا موجود فضایی شما رو میدوزن. اونا یک کپسول کوچولو زیر پوستتون تزریق میکنن و بهتون میگن که دارن روی شما آزمایش انجام بدن و فقط تا 1 ماه دیگه زنده هستید و هیچ پزشک و ارتشی تو جهان نیست که بتونه نجاتتون بده. پس حالا فقط 1 ماه برای زندگی کردن وقت دارید. مرحله چهارم، دوباره به لیست دغدغه‌هاتون نگاه کنید و اونهایی که بی خودی هستن رو خط بزنید و دیگه به اونا فکر نکنید. مرحله پنجم، سعی کنید هر از گاهی لیست دغدغه‌هاتون رو کوتاه کنید.